توجک مقیم مسکو در یک نامه به اداره پایگاه خبری بامداد ادعای به پلیس مسکو درباره سلامشو محبتوف معلومات دادنش را رد کرد. حاکم محبتوف در این نامه‌اش می‌نویسد ما با سلامشو محبتوف یکی از شخصان برومند دیار ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان و عموما جمهوری تاجیکستان از خوردیش شناس هستیم. با هم خویش و تباریم و هیچگاه نسبت یکدیگر خشونتی نداشتیم و در بند کردن روی او به مسکو من یگان خیل منفعتدار نیستم. هر وقتی که من شهر دوشنبه تشریف بیارم حتما رفته او را میبینم و همچنین اگر او به مسکو بیاید حتما با من و با دیگر زیایان نویه وا میخورد. همین طور ما با یکدیگر همه وقت در رابطه هستیم و کینه و عداوت انداختن بین ما بیهوده است. پایگاه خبری بامداد هفته گذشته خبر داده بود که روز 21 اکتبر جنرال سلامشو محبتوف پهلوان معروف و فرمانده سابق مخالفین را در فرودگاه مسکو اجازت ورود به قلمرو روسیه ندادند. بنا به اطلاع دریافتی جنرال سلامشو به دلیل تا حال نوروشن تا سال 2025 حق ورود به مرز روسیه را نداشته است و او به دلیل این زپرت از فرودگاه بیرون پای ماندن نتوانست و مجبور به دوشنبه برگشت. به دنبال کریمجان یاروف یک حامی شناخته حقوق مهاجران در مسکو در فیسبوکش نوشت که سلامشو محبتوف را با احتمال زیاد بر اساس معلومات به پلیس مسکو داده عالم تاجیک مقیم روسیه و حاکم محبتوف زپرت زدند. کریمجان یاروف سند را عبارت از 8 صفحه چاپ کرد که معلوماتنامه برای رهبران ریاست جستجوی جنایتی مسکو نام داشته. در پایانش گفته می شود که این معلوماتنامه از جانب رهبر جمعیت وطن محبتوف تهیه شده است. در سند امضا یا مهر نیست ولی جمعیت وطن سازمان جمعیتی است که حاکم محبتوف تشکیل و راهبری میکند. اما حاکم محبتوف در پاسخ خود میگوید مؤلف این معلوماتنامه به پلیس مسکو او نیست ولی او درباره از جانبی که تهیه شدن این مواد معلومات ندارد. این موادی که کریمجان یاروف به چاپ رسانیده است که گویا من سپراوکا را نوشتم تماما دروغ است. این مواد است که نتیجه تفتیش چندین ماهه وزارت کارهای داخلی شهر مسکو در اطراف کشتارهای چند نفر از واده ونج و واده یزغلام نویه ونج که پیش از بستن بازار چرکیز به وقوع آمده بود از طرف متخصصان این وزارت جمع آورده شده است. چه خیل نام من در پایین این سپراوکا پیدا شده است نمیدانم. چگونه این حجت به دست کریمجان یاروف رسیده است اینش را هم نمیدانم. نخود کروپسیا در ارگانهای دولتی روسیه اینقدر اعمق شده است که شخص به مثل کریمجان یاروف که همه وقت گویا حقوق مهاجران مهنتی را حمایت میکند گفته مقابل کارگران پلیسیا هر گونه مواد اغوا انگیز چاپ میکند و آنها را نسبت تاجیکان بدبین میسازد از آن خریده باشد. حاکم محبتوف در نامه‌اش همچنین درباره تاریخ تشکیل سازمان‌های مهاجران تاجیک پرداخته می‌نویسد از بس که او سرسختانه طرفدار نظام دنیوی است کریمجان یاروف و عبدالله دولتوف که به عقیده او افراطگر میباشند به وی چسبیده به ضدش چنین یک جنگ اطلاعاتی را برا انداختند.